Let's go بچه اینجا گامبلی هفته پروی دیجی رو برایتون از خودتون در میارم ببینم چی و چی هست، چقدر از نسل‌های قبلیش بهتر از نسل‌های 5 و 6 و 7 معمولی و این 7 پرو هست. یک تا اسکنر اضافه شده بهش که قبلا که بود فقط میتونست از اپش استفاده کنید و همون ویدیو و کوالیتی که تون اپ اجازه میدادن میتونستید بگیرین. این همون اسکنر هست، دوربین نیست، فقط چی داره، لامپ هم داره که تو شب در تاریکی هم باشین روشنش کنین دیگه راحت میتونن شما رو دنبال کنن. بله ارزش نداره ویدیوش، حالا میبینیم و شارژش هم خیلی خوبه، 10 ساعت میره و با باتریش میتونی گوشی دارم به این پاوربانک شارژ کنی و اینجا هم میبینید چطوری با اشاره دست ویدیو میگیره و اینجا هم چطوری دنبال میکنن و بدون لمس بالا پایین کنی گوشی تون. اگرچه این گوشی هوایی هست، این همون اسکنر هست. اینجا میریم آزمایش میکنیم. گوشی الان خاموش هست ولی اون باقی بدون این اسکنرش به درد نمیخوره، یا اون کپی هاش. این مال دیجی های هست، دیجی های که هر وقتی پیش کنه چه شما میتونید پس بدین نوشه بگیرین. الان گوشی خاموش هست ولی همین چطور دنبال میکنن ولی در تاریکی هم با غلط کار میکنن. این چیزم داره، آهن روبا داره، اون گره اولش که روی جاهای دیگه هم میتونید گوشی رو بگذارین اگرش باید آهن باشه پشتش. اینجا ببینید سورجرش چطوری دنبال میکنه. اگرش اینجا اسکرین شات گرفتم کیفیت ویدیو زیاد معلوم نمیشه ولی کیفیتش عالی هست. بیشتر ویدیوهای تبلیغاتی رو میبینید یا انگیزشی رو میبینید بیشتر با همین چیزا گرفتم. اینجا هم یک ویدیوی آزمایشی گرفتم ببینید که چطوری کیفیتش بد نی، فوق‌العاده است ولی با دوربین گوشی میتونم میتونید مستقیما از خود دوربین استفاده کنید. از روی اپس اینجا آپشن هایی دارن که پیش تنظیم شده هست ولی با دستی هم میتونید کار کنید. تمام.